با گذشت 6 روز به طور مرموز ناپدید شدن سعدی خالمرادوف ملقب با سعدی کماندیر در باغ خصوصیش در دهه چوگانک ناحیه دنغره نزدیک نیروگاه برق آبی بایغازی حدس و دلیل‌های زیادی را ایجاد کرده است. اما هنوز هم دلیل قاطع در مورد چه اتفاقی افتادن با او آشکار نشده است. فرضیه‌ای که تا امروز مقامات تفتیشات سر آن توجه جدی دارند از بلندی موقع باغش به دریای وخش سرازیر شدن سعدی کماندیر می باشد. از آن موقعی که گویا به دریا افتاده است عرابه خواجگیش یافت شد. یگانه فرضیه‌ای که حالا زنده روی زبانها و از طرف مقامات تفتیشاتی هم حدس زده میشه این است که همان روز از این بالا یعنی از این بغل کو عرابه او به اینجا یعنی در همین نقطه بحر می افتد و از اینجا کارمندان حالتهای فوق العاده آمده اون رو عرابه تنها عرابه او را به بیرون کشیدند. غواصان حدود 10 کیلومتر دریای وخش را از محل احتمالی به آب افتادن سعدی کماندیر را بازجویی کردند و نیز بازجویی آنها هنوز هم ادامه دارد. در موقع گویا به جری و دریا سرازیر شدن سعدی کماندیر هنوز هم پی خون دیده می شود. یکی از نزدیکان او گفت نمونه از آن خون را برای آزمایش برده و خلاصه کردند که آن گویا خون کدام یک سگ است. اما چگونه خون سگ در آن جری ریختن با سالهای بیشتر برای تفتیشات را پیش آورده است. حالا یک حدس دیگر یعنی که یک گمان زنی دیگر پیش آمده است که گویا و هنگامی که در اینجا کار در باغ خودش کار میکرد از طرف افرادی شاید ناشناس و نامعلوم کجای برده شده است حالا روشن نیست. اما تفتیشات اولیه نشان داده است که این حادثه یعنی حادثه کشتار بوده، یک سوءقصد بوده است ولی حادثه در آب غرق شدن اساس خودش را پیدا نکرده است. به گفته نزدیکان سعدی خالمرادوف او گویا چند روز قبل از حادثه ناپدید شوی با یگان همسایش در این گوشه بیادم سر کدام مسئله مربوط به زمین باغش جنجال کرده است. به نظر می رسد که مقامات تفتیشات این فرضیه را هم دقیق دارد، زیرا پس از بازگشت ما یکی از نزدیکان سعدی کماندیر با تلفن اطلاع داد که 2 پسر همسایش را مقامات دادستانی شهر دنغره همچون گمانبر برای بازپرسی بردند. پالگامنیک بازنشسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سعدی خالمرادوف معروف با لقب سعدی کماندیر و در گذشته از معاونان گنرال سهراب قاسموف بود. سعدی خالمرادوف 56 سال قبلا در قسم نظامی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در محله قلپیسته ورزاب فعالیت داشت و سالهای اخیر بازنشسته بود. تقریبا 1 سال اخیر در یکی از ایستگاه‌های نظارت آب نیروگاه برقی آبی بایغازی کار می‌کرد و در نزدیکی آن باغ هم بنیاد کرده بود. میرزا نبی خالقزاد، براد یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.